سلام بینندگان شبکه ورزش، من شامیرов رمزی داور درجه المپی. امروز ما برای شما قاعده‌های نو بین المللی جودو رو به شما نشان میدیم. در مدت 2 روز علاقه در این طول ما با داوران و مربیان شهر دوشنبه و نایای توبیر مرکز همین قاعده رو آموزندیم. حاضر باید باشد به طور عملی. ما میخواهیم که همون اصول و همون قاعده های نو به شما نشان دهیم. به ما امروز کمک میکند یکی از بهترین ورزشکاران جمهوری تاجیکستان، جایزه‌دار چمپیونات جهان از نمود رشدی جودو بین نورسان، یاسین باباکلان. رمزی شامیرov. چه خیلی که به همگان معلوم است، اساس در رشدین جودو این همون داشتن حریف است. در قاعده نو جودو همین داشتن حریفه که پیش اینا آگاهی بودن، حاضر اینا را ممکن گرفتن، ولی ممکن در آن است که اگر حرکت اجرا کنی، اگر حرکت نیست این آگاهی می شود، شیدو یعنی میگیری. پیش قاعده پیش یعنی 1 سال پیش در اگر همین داشتن همین قپیده آگاهی داده می شد، یعنی شیدو. حاضره باشه قاعده نوقتی تمام همین داشتن زخوات های ناممکن به حریف اجازه داده می شود و بعدا اصول باید اجرا کنی. اگر اصول اجرا نمی کنی می قپی می استی، این آگاهی از طرف داور داده می شود. باز یک تغییرات دیگر در همین داشتن، این یک طرفه داشتن حریف. اگر همون یک طرفه داشتن حریف پیش در 3 ثانیه یا 2 ثانیه آگاهی داده می شد، یعنی شیدو گرفت. حاضر باشد با وی امکانیت میتن که در همین داشتن زخوات یعنی یک طرفه حرکت کردن بسیارتر، یعنی همون شانس به ورزشگر زیادی داده شد که حرکت اجرا کنند. امکانیت به ورزشگر بسیارتر داده شد که همین اصول یعنی یک طرفه گرفتن حریف اصول اجرا کند، یعنی امکانیتش بیشتر می شود. قاعده پیش قطعی یعنی اول می قپیدی، بعد 2 ثانیه شیدو می گرفتی. حاضرش امکانیتش بسیار و حرکت باید کرد. اگر حرکت نمی کنی همین اصول را آگاهی داده می شود. به حرکت یعنی این آگاهی است. اگر حرکت بسیارتر اجرا میتی این آگاهی نیست. یک قاعده نو اساسی که وارد شد این یعنی داشتن تگ میانبند. تگ میانبند اگر عذر می قپیکو، اگر حرکت اجرا میکنی این ممکن است. پیش یعنی قاعده پیش قطعی همین آگاهی بود، یعنی شیدو. حاضره ده همین حالت می قپی حرکت میکنی، اصول اجرا میکنی یا همون داشتن بالا را تو میانبند پایان این هم ممکن است. یعنی همین حالت اگر اصول اجرا میکنی این آگاهی نیست. این قاعده نوی جودو که همین سال شروع می شود. یک نویگری دیگر این یوکو را برگرداندن. اصول اجرا شده که یوکو می گرفتی این سالهای پیش، یعنی 5 سال 6 سال پیش در جودو جاری شده بود و بعدا بعد 4 سال بازی های المپی این برداشتن باز وارد کردن. یعنی یوکو چه خیلی داده می شد.
تو بازی‌های پاریژ همین اصولی که افتیشش در 90 درجه بود این وزاری داده میشد. وزرا باشد طبق خوده نو این اصول اگر در افتیش در درجه 90 همون اصول اجرا میکنی این یوکو داده میشد. یعنی به طرف پشت اگر همون ورزشگر میغلطد این وزاری داده میشد. اگر به طرف پیش یا 90 گرادوس باشد این یوکو حساب میشود. این تغییرات نوی که در جدای امساله وارد شده بود همین ماه ینور روز شروع میشود در مسابقه. این افتیش هم در با تغییرات علاوه گردیدم که دستور اگر دستور میمونی در پیش همین وزاری داده میشد. وزاری وزرا باشد وزاری نیست این یوکوه ولی در وقتی که دستور میمونی شیدو داده نمیشد بعد وزاری. این اولت افتیش یوکو به حساب میرود. پیشکی وزاری بود. اگر ورزشگر دستای اورنج خود میموند در این اولت داور یوکو نشان میدهد و بعدا مته را اعلام میکند. پیش خیلی نبود. پیش همین اولت در وزاری نشان دادن با ورزشگر خیزاندن با آگاهی دادن. وزرا باشد این اولت افتیش ورزشگر یوکو به حساب می رود و بعدا ورزشگر می تواند سبقت دوام دهد. یک تغییرات های نوی دیگری که افتیش یعنی ورزشگری که به سرقتی به زمین میافتد یعنی به تتمی میافتد سالهای پیش ایرا یعنی خارج میکردن همون ورزشگر. وزرا باشد وقتی که ورزشگر سرقت میرود این اولت از بین گرفته شد و این خنثی کمک یعنی خارج نمیشد ورزشگر و آگاهی هم داده نمیشود. یا اولتی که وقتی که ورزشگر اصول اجرا میکند و همین وقت ورزشگر دیگر سرقتی محافظت خود میکند. در همین حالت هم وزرا باشد خنثی کو داده نمیشد یعنی خارج کرده نمیشد. این ممکن است. یعنی قپیدن میانبند حریف پیشکی همین حالتها آگاهی بودند. وزرا امکانیت داده میشد که بسیارتر همین داشتن حریف ای میانبند بسیارتر شود و در همین حالت اصول اجرا کردن در کار. اگر من میقپم و اصول اجرا نمیکنم اینم آگاهی داده میشد. ولی وزرا باشد امکانیتشون بسیارتر ولی حرکت بسیارتر کردن در کار. در مدت 4 سال اصول یعنی اصول تیمسو میگیم که در جدو بسیار مشهور بود. این از طرف فدراسیون بین‌المللی منع کرده شد و خود همین سال همین اصول باز در همین قاعده درآوردند و یعنی اصولی که اجرا میشد رنگ تیمسو این اصول اجازه داده شد. چون که این پیشکی را گفتن که این برای همون ورزشگر بسیار خطر است برای گردن یا یگان چی معیوب میشد. وزرایش اجازه دادن این ممکن است. یعنی توپ دادن حریف و پرتوفت از این حالت اجرا میشد این ممکن است. یک نویگری که همگان انتظار بودن که همه اصول قپیدن پا را اجازت میتن ولی این را اجازت ندادند و همین ورزشگری که تا ران پا اجازت داده شد گرفتن همین داشتن حریف ولی بعد همین ران پا اگر میقپی این آگاهی است. این یعنی ممکن نیست. اصول اجرا شده که میتونی کردن
بعد از میانبند اجازت است. پرتافت یا یگان اصول دیگر این ممکن است. این قاعده نوی که تغییر دادن. و من فکر میکنم که همین حالتهایی که حاضر نشان میدیم و تغییراتی که در گشتین بین المللی جدا شدن، این به فایده ورزشگران ما می باشد که این اصولا، این داشتن عریفا این نزدیک به گشتین ملی می باشند و امکانیتشان به ورزشگران ما بسیارتر می شود و غالبیت در مسابقه بین المللی به دست می آورد. این وظیفه ما است که ما داوران باید به ورزشگران، به داوران و مربیان آموزیم که همین قاعده های نو جدا رو آموزند و به ورزشگران خود فهمانند که در مسابقه بین المللی همین اصول را اجرا کنند. یک نویگری که به ورزشگران وارد کردن، این یعنی از گلیم برآوردن عریف یا از گلیم برآوردن همون ورزشگر. چون که پیش اگر همون ورزشگر از گلیم برآمد و یک پاشون ایستاد، این آگاهی بود. حاضر باشد این آگاهی نیست. ولی ورزشگر میتواند همین حالت هم اصول اجرا کند. یگان اصول یعنی یا وزر یا یوکو یا ایپون گیرد یا برگردد در حالت همون اولا. در حالتی که ورزشگر خود به خود همون گلیم برآورده میشد، این شیدا است، یعنی آگاهی داده میشد. یعنی با ورزشگر ممکن نیست که از همون خط معین شده بیرون براید، یعنی یگان اصول اجرا نمیکند و بیرون میبراید. این هم آگاهی است. آگاهی در اون مورد داده نمیشد که اگر ورزشگر در همون حالت می ایستد. این قاعده پیش خطی آگاهی بود، عذرش نیست. دویم حالتی که اگر ورزشگر دیگر همون از خط موازنت قصداً برآورد، این هم آگاهی است. اگر ما همون ورزشگر قصداً از خط موازنت میبرایم، یعنی به ما آگاهی. یا یک جایه هر دوشون همون خط موازنت یک جایه میبرایم، این هم آگاهی است به هر دو. چون که ما قاعده را ویرا میکنیم، به یگان اجرای اصول یک جایه میبرایم. اگر در حالتی که من اصول اجرا میکنم ورزشگر میبراید، این آگاهی نیست. یعنی این در وقت همون اجرا شوی اصول میبراید همون ورزشگر حریف، این در همین وقت شیدا یا همون آگاهی داده نمیشه. اصولایی که اجازت داده شدن در وقت نوازه، یعنی در گشتین زمینی، اگر ورزشگر در همین حالتی که در زمین گشتی میگیرد، اگر ورزشگر یگان اصول خفه اجرا میکند و از شلوار از پاچه شلوار میقپد و وقتی اصول اجرا میکند، این ممکن است. پیش همین داشتن ممکن نبود و در همین وقتی که میگرفتند در او آگاهی داده میشد. قاعده عذره قدی باشد، همین وقتی که اصول خفه یا لط دادن دست اجرا میکنی، همین اولاد ورزشگر اگر دست خود خپد، شما دست در درون میدرارید و اصول اجرا میکنید، این ممکن است. قاعده پیش حقیقتی وقتی که درون دست میدروردی، این آگاهی بود. یعنی داور مته میداد و به ورزشگر شیدو میداد. وزیرانش در قاعده نوقتی همین اصولی که یعنی اصول لط دادن دست، اگر دست من درون همون کیمانوی همون ورزشگر باشد، این ممکن است. یعنی در قاعده نو جودو ما یعنی داشتن عریف اجازه داده شد
یعنی وارد همون اصول یوکو را وارد کردن، یعنی داشتن عریف در مدت 5 ثانیه این یوکو به حساب میرود. یا یگان وقتی که ورزشگر در همون وقت کیس گتامی یا یگان اصول اجرا شده را 5 ثانیه میکپد، در مدت 5 ثانیه این یوکو به حساب میرود. یعنی ورزشگر اگر همون در وقت طلایی باشد و غالب میبراید یا در وقت همون اساسی باشد تو 5 دقیقه و وقتی که همون ورزشگر میبراید در 5 ثانیه این حساب میشد یوکو. یعنی برای چی یوکو داده میشد؟ یعنی تا 4 ثانیه اگر باشد یوکو حساب نمیشد، چون که یوکو این پیش وزاری است. یعنی تو 5 ثانیه اگر همون حریف در حالت پارتری قرار گیرد و حساب میشد یوکو. اگر تو 4 ثانیه و حساب نمیشد. اگر از 5 ثانیه یعنی 6-7 ثانیه میگذرد و همون وقت سر میتی و وزاری حساب میشد. یعنی همین یوکو اول است، بعد وزاری، بعد یپون. یوکو هم یک امتیازی است که پیش از وزاری داده میشد. یعنی وزرا باشد در جودو، در طبق قاعده نو جودو سه امتیاز هستند، یعنی یوکو، وزاری، یپون. خیلی که ما پیشکی قید کردیم همون یک یوکو، یعنی تو همون سبقتی که تو به گلدنسکو میرسد اگر در وقت اساسی یک یوکو داشته باشد همون ورزشگر غالب به حساب میرود. یعنی همین خیلی نیست یوکو 3-4 یوکو را میزنی برابر با وزار، این نیست. این قاعده نو خطی تماما نادرست است. یعنی قاعده نو چی است؟ یوکو را وارد کردن، یوکو، وزار، یپون. یکی از اصولایی که اجازه داده شدن این یعنی اصول داشتن خرس است. این در بسیار گشتینهای ملی تاجیکی، قزاقی، ازبکی، ترکی این اصول اجرا میکنند، ولی در 4 سالی که گذشت تا بازی‌های پاریژ این را اجازت ندادند. ولی طبق قاعده نو جودوی بین المللی که همین ماه ینور جاری میشد این اصول اجازه دادند. یعنی همین اصول در فدراسیون بین المللی جهانی همین نام گرفتگی اصول خرس است. اصول خرس یعنی چیه؟ اصول خرس داشتن همون عریف منتظم، یعنی به داشتن عریف شما میتونید عریف قپیدن رنگ خرس، ولی یک حالت در اینجا ممکن نیست. اگر ما همین اصول میگیرم و دستور قلف میکنم از طرف دوار مته داده میشن و آگاهی برای همون ورزشگری که همون اصول با قلف اجرا میکنن این یعنی آگاهی داده میشن. اگر من همون اصول خرس مستقیما اجرا میکنم این یعنی آگاهی داده نمیشن. چه خیلی که من میخپم مستقیما این ممکن است، این طبق قاعده نو جودو. اگر در حالتی که من اصول اجرا میکنم دستور قلف میکنم که این ممکن نیست. این برای من شیدو است، چون که من میتونم با عریف خود یگان آسیب میرسونم. این بسیار خطرناک است، یا میانده یا یگان چیز دیگر ده این ممکن نیست. ولی به قلف یعنی به قلف من میتونم داشتن این خیر باشد، این خیر باشد، این خیر باشد، این اجازه. این بودن همون تغییراتی که در قاعده جودوی بین المللی تغییر داده شدن و در آینده این تغییرات در مسابقه بین المللی شروع از گراند اسلم پاریژ سر می شوند. من باوری کامل دارم که این قاعده با منفعت ورزشگران تمام دنیا میشن، مخصوصا برای ورزشگران تاجیکستان و در مسابقه بین المللی به نتیجه نقض میرسند. من بودم امروز با شما داور درجه المپی رمزی شامیروف. تا دیدار.